ریو دو ژانیرو قسمت‌های باحالی داره که امروز قراره با هم دیگه ببینیم. اولیش ورزشگاه ماراکاناست که میبینید که ورزشگاه بزرگشه. ما از جلوی ورزشگاه دیدم میکنیم از ورزشگاه و بعد میریم ادامه گشتای ریو. امروز با من باش که با هم دیگه ریو رو بچرخیم. من اصلا آدم فوتبالی نیستم و واقعا نمیفهم معنای این بیلبیلک گرده که زیر پای این آقا هست چیه و چرا باید جذابیت داشته باشه که ما بیایم اینجا عکس بگیریم. این یه دونه رو نفهمیدم، شاید چون فوتبالی نیستم، ولی در ادامه میریم به سمت یه بنای خیلی باحال که چوبیه، کل داخلش بنا کلیساه، میبینی الان تصویر، بنا کلش چوبیه ولی نگاه میکنی اصلا متوجه نمیشی چوبه و همه این چوب ها با دست کار شده. ببین لذت ببر تا بریم سراغ ادامهش. این یکی بنا یک کتابخونه خیلی بزرگه که کتاب‌های فوق‌العاده قدیمی با ارزشی توشه. جالب‌تر این که تمام این کتابخونه با آهن ساخته شده ولی خیلی جا فکر می‌کنی کاریشون. اینجا تنها کلیسای مخروطی دنیاست. لیدره میگفت 50,000 نفر توش جا میشن. خیلی نمیخورده 50,000 نفر ولی خب میگفت که جا میشن. توی این قسمت با یه قطار الکتریکی کوه رو رفتیم بالا تا رسیدیم به مجسمه مسیح مقدس. تو مسیر منظره های فوق العاده زیبایی دیدیم و این هم مجسمه مسیح. 40 نفر فیلم گرفتم زیر این آفتاب ریو. آفتاب داره نابود میکنه از مجسمه مسیح و واقعا زمانی برای تو محتوا نمیمونه. اینکه همزمان بخوام براتون محتوا هم بگم کار سختی ولی خب انجام میشه.
شب اومدیم ریو گردی، لنز تمیز کنم. شب اومدیم ریو گردی کاشاسا. اوه ببین چه میکنه سلطان. وای خیلی خوشمزه. اینا پشت دارن کار اداریشون میشه. ول کن یقه رو ول کن. فصل جفتگیریه مگه؟ حالا Haga vamos. Un saludo a toda la iraníes que no pueden hablar ni demostrarse en su país. Muito obrigado. Thank you. Oye, arriba la woman. آقا بذار شبا تو ریو این شکلی میگذره. موزیک، ساز، تفریحات خفن. اینا میخواست ماچ کنه خانومه نذاشت. دستتو بردار. شرایطیه. چشم به نظر من این شهر برای بچه‌ها خوب نیست. چشم و گوش آدم باز میشه. چیزایی دیدیم. یکی از جاهای خیلی قشنگ برزیل که من دوستش دارم همین پله‌های سلرونه. وای خیلی حسش خوبه. حدود 2000 تا کاشی از سراسر دنیا جمع شده توسط آقای سلرون و اینجا با هنر خیلی زیبایی کار شده. فقط حیف که بنده خدا خودشو کشته چون دیده که زنش باردار بوده، فوت کرده، زنش هم آفریقایی بوده. به خاطر همینه یه جاهایی اینجا در واقع عکس کاشی‌های نارنجی می‌بینیم با یک طراحی سیاه که یه خانم بارداره با بچه به یاد همسرش. Pode descer, por favor, pelo canto da escada, por favor. Eu vi. That was Josh Celeron, responsible to make this all happen. So in 1990, he started اینجا یه سری لوازم باحال هم میفروشن، دیوارهای با نمک رنگ شده. در ادامه اومدیم به شوگرلوف یا کوههای کله‌قندی و با تلکابین عروشون رد شدیم تا برسیم به بلندترینش. این قسمت از سفر فقط دیدن مناظر در واقع ریو دو ژانیروست. مناظری از بالای کوه شوگرلوف که ویو داره به کل شهر ریو دو ژانیرو.
اینجا کوه کله قندی یا شوگرلوفه، جزو گشتای برنامه بعد خیلی جذاب. من که بفهم خانمه داشت میخوردن. آره جزو جای جذاب برنامه است. بریم با هم دیگه بهتون نشون بدم اینجا رو. که دیوار در واقع فاولا رو کشیده میتونید فیلم بگیرید و اصولاً آدم‌های فقیری هستن دیگه اینجا فاولا دیگه فاولاست. Can you tell about the price? Yeah, the price is behind us. پشتش نوشته شده قیمتش. وارد محله فاولا شدیم، یه محله تقریبا خطرناک. چی شده؟ وارد منطقه خطرناک شدیم توی فاولا. بریم ببینیم چی داره برامون، چه خطری. منطقه فاولا توی ریو دو ژانیرو واقعا خفنه. گاید محلی اومده. بچه ها دیدن کجا اومدیم؟ بچه داخل Hey. And the other one? Yeah, there's one more. It's 920. اینجا محله فاولا توی ریو دو ژانیروی زیبا، یه محله جذاب و میگن که خطرناکه. نمیدونم چرا عادت دارن یه سری خیلی داستان بگن. به قول یه دوست قدیمی بود میگفت جهان دیده بسیار گوید گزاف. البته خیلی هم دور از چیز نیست، واقعیت نیست. یه جاهایش میشه انقدر راحت فیلم گرفت ولی یه جاهایش کاملا ممنوعه که ما اونجایی که ممنوعه نمیدونیم با هم بریم فاولا رو ببینیم.
چی؟ بوی نموره. سیمای به هم پیچیده خیلی جالبه.